کابل آغاز شد. دوستان عزیز، ما در جاده بین برکی و پروان دوم شهر کابل هستیم و در این میان دوستان عزیز کار پل هوایی برکی آغاز شده. زیرزمینیش دوستان عزیز میفهمید که از قبل آغاز شده، زیرزمینی است. او دیگه بازی چی میشه؟ من موترا میرم خصوصا وقتی بیربار باشه. خب امروز قدر بیربار نیست خوشبختانه. این طرف دوستان عزیز اینقدر بند ساخته و اما در این بخش دوستان عزیز اینه ماشینالات آورده. این از اینجا پل بسیار کلان است دوستان عزیز، بسیار طولانی هم است. تقریبا از اینجا تا بسیار زیاد طولانی هست پل و بسیار بزرگ است. این طرف دیکوریشن موتور و اینا هست. بالا هم فرنیچر است و سلام و درود نصاره همه شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان هم به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، چند روز قبل در این بخش کابل آمدیم و تو قدر سر صدا نبود، تو قدر گپ نبود، اما یک کار دیگه در این سرک از طرف شهروالی کابل آغاز شد. دوستان عزیز، ما در جاده بین برکی و پروان دوم شهر کابل هستیم و در این میان دوستان عزیز کار پل هوایی برکی آغاز شده. زیرزمینیش دوستان عزیز میفهمید که از قبل آغاز شده، زیرزمینی است. کارت پروان شروع میشه از اون سرک به طرف چهارراهی ترافیک و اما پل هوایی میخوره دوستان عزیز از پروان دو به طرف شهرآرا یا همون دهن باغ شهر کابل که از سر چهارراهی برکی شهر کابل میگذره. دوستان عزیز، هوای کابل به شدت خیلی بالا امروز آلوده و غبار آلوده است. یعنی تقریبا 200 متر پیشتر ما درست معلوم نمیشه دوستان عزیز که چی هست. این قسم که شما در تصویر میبینین این مشکل است، تصویر رنگی و از این چیزا نیست، تماما گرد و غبار خود کابل است. در ضمن عزیز دوستان عزیز، دی شب کابل باز برفی بود. دیروز خب باران میبارید، شب برف شد و حالا دوباره یک چند قسمت صاف کرد. یعنی که برآمدیم دوباره پس ابر شد. دیگه کابل دوستان عزیز برفی هست و این برفا رو که میبینید برفای سفید تازه است و آب و هوای به شدت خوب‌آلود میگه در تصویر میبینید. دوستان عزیز طرف سرک قدر خوبش به نظر معلوم نمیشه، فقط اینقدر جای مانده. این پرده سبز که میبینید این دیگه پایه میخوره و پل هوایی و جای موتورا فقط اون قدر. در ضمن دوستان عزیز پیاده رو که بود رو کندن و در پیاده رو دیگه بازی چی میشه؟ من موترا میرم خصوصا وقتی بیربار باشه. خب امروز قدر بیربار نیست خوشبختانه. این طرف دوستان عزیز اینقدر بند ساخته و دیگه داخل کارش هنوز هیچ شروع نشد دوستان عزیز. که من داخل برم شما رو نشان بدم، هیچ گپ نیست داخل هنوز، نه ماشینالات نه هیچ چیز دیگه، فقط بند شده، مضبوط ساخته شده. یعنی به نشانه از اینکه کارش دیگه در این وقت‌های نزدیک شروع میشه. طرف دوستان عزیز ساختمان‌های بلند پروان دور می‌بینین. ما هم اون طرف خدا بریم. یعنی موتورها خب بسیار شتل ما میکنن کتی کالا روز جمعه هم است که از این ویدیو بعدا دوستان عزیز همت مستقیما بریم طرف نماز جمعه در مسجد برکی شهر کابل. نه دوستان عزیز، به موتورها اون جای مانده و این جایی که ما میول قدم میزنم پیاده رو قبلی بوده که اینجا دیگه با موتورها جور کرده و حتی سرک فرعی خود برکی را که از چهارراهی دور میخوره او را هم کندن و هموار ساختن که موتورها اگر ازدحام زیاد شد باز بتونن که حرکت کنن و قدر بند نشه. خب کلا دیگه دو مسیر جور کردن، یک مسیر اینجا و یک مسیر هم سرک پیر که فعلا موتورها کم هستن دیگه و هیچ کس خوش نداره در سرک خامه بگرده، خصوصا در هوای برفی و ابری که زمین تر است و خامه هم دیگه اون خودتان میفهمین دوستان عزیز که چقدر موتره اذیت میکنه. اما در این بخش دوستان عزیز اینه ماشینالات آورده. این از اینجا پل بسیار کلان است دوستان عزیز، بسیار طولانی هم است. تقریبا از اینجا تا بسیار زیاد طولانی هست پل و بسیار بزرگ است.
دیگه این طرف دیکوریشن موتور و اینا هست. بالا هم فرنیچر هست و بلاکای پروانه دو و برکی دیگه. اینجا دوستان این تازه ماشینالات آوردین و کندنکاری را شروع کردن. این ماشینالات خوبتمند دیگه ویدیو هم دیدین دوستان عزیز. ماشینالات هستن که اون جای پایه را میکنن به اون اندازه مشخص و از ضرورت به قوت انسانی نیست که با انسان بکنن. صدای مسجد برکی کابل همچنان دوستان عزیز در تصویر ببخشین در صوت یا در این ویدیو دیگه میشنوین صدایش که میچه شروع کرده. اما چی میگن اسمش به یک لحظه فراموشم شد. اما سخنرانی روز جمعه را شروع کرده و درباره فضایل هر چیز صحبت میکنن. پیش از نماز جمعه، پیش از نماز عید، پیش از بسیار وقتا این کار دوستان عزیز این سخنرانی انجام میگیره. این طرف میبینین دوستان عزیز من زیر زمین کندن و پایه میکنن دیگه. این موتر در جایش استاد است، جایش کند است که اوتور و به خاطر از اینکه درست استاد شده بتونه این موتر رو درست کنده بتونه. میالا فکر کنم روشن باشه موتر دوستان عزیز. سرش میه ماشین البته موتور میگن شده ماشین و کارش دیگه جریان داره. اسکاواتور هم است. اینجا دوستان سرک فرعی بود. فرعی از اینجا وصل میشد به سرک عمومی. کیر مسدود ساختن و سرک فرعی رو مستقیما این طرف وصل کردن که موتورها نگه بخورن از اونجا مستقیما این طرف. یعنی چهارراهی هم بند است دوستان عزیز، بسیار به شدت هم بند است دیگه. ترافیکا میزنن و میکنن که از ترافیک موترها یا زنبیربار موترها جلوگیری بکنن. پلیس ترافیک البته دوستان عزیز. ما هم کم کم نزدیک میشیم به برکی کابل دوستان عزیز. میریم برکی به نماز خواندن. بیربار زیاد است ترافیک اونجا بسیار کم کم میگه بیاین. گلولای هم به شدت زیاد است. موترها ما را اجازه بدن دوستان عزیز که ما هم کم کم پیش بریم چون که همین وقتش هست و بعدا باز جای پیدا نمیشه با پیش رفتن. نه بیا میگه بیا چهارراهی این تو دوستان عزیز کلان بند است. ببینین این چهارراهی است. از این چهارراهی گذشتن هم دوستان عزیز یک جنجال خدا هست دیگه. اینجا دیگه وسط از دوستان دیگه وسط موترها میاین و چهارراهی رو خودتون میبینید چه قسم بند است. خب دوستان عزیز ما یادم چهارراهی یک بگذاریم و بریم به طرف نماز. انشالله که شما را ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون والله متعال و یگانه میسپارم روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.